یه چیز هیجان انگیز رو همین الان ببین. آها شناختیش؟ خدای من. حالا کنترل گوشیت هم به دست گرفتم. دوربینت فعال و چهرهت هم قابل مشاهده. هیچ چیزی هم روی گوشیت بالا نیومده، نه نوتیفیکیشنی و نه آلارمی. یعنی حالا میتونی دوربین گوشی رو هک کنی بدون اینکه خودم هم بفهمم چه دوربین جلو باشه چه پشتی. حتی میتونیم حالتی رو فعال کنیم که هر چند ثانیه یه بار ازت عکس بگیره، فیلم دریافت کنیم از موبایلت. میتونیم موقعیت مکانیت رو در همین لحظه هر کجا که باشی شناسایی کنیم. اینم از موقعیت دقیق گوشیت که داره میگه مکانت کجاست. خب حالا مختصات رو وارد برنامه میکنیم. نقشه به ما نشون میده که تو دقیقاً تو این مکان هستی. میتونم مکان خوابت و محل زندگی تو بدونم، محل کارت، مکانی که به دیدار خانوادت میری، یا حتی اگه تو تعطیلات باشی. و اگه تو الان خارج از کشور باشی من به راحتی میتونم برم تو خونه‌ت. چیز شگفت انگیزش اینجاست که با وارد کردن کلمه‌ای خاص هر موقع اونو تو هر مکانی که باشی بگی شروع به ضبطش میکنیم. بیا شروع کنیم. فکر نکنن صدایی رو که همین الان دارم ضبط میکنم بشنوش. باشه چکش میکنیم الان. فکر نکنن صدایی رو که همین الان دارم ضبط میکنم بشنوش. در آور باوره تو میدونی کجام؟ تاثیر راه داری یا در حال شنود خط من باشی و منم از همه‌شو بی‌خبر. احتمال اینکه این فایل‌ها به صورت محرمانه باشن زیاده، ممکنه به سختی کشف بشن. در واقع من کنترل کامل رو روی گوشی دارم. حمله‌ای که الان انجام دادم یه حمله نسبتاً آسونی بودش. فقط کافیه تو رو فریب بدم تا برنامه رو انجام بدم و دسترسی کامل روی گوشیت رو به دست بیارم.